پرورش لیمو و سبزیجات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها برای اهالی دهات دوربت شهر حصار منبع خوبی درآمد بوده. اهالی با استفاده از این اصول پرورش میوه و سبزیجات بودجه عائله خود را غنی می‌گردانند. تشکیل گرمخانه‌های خرد در قطعه‌های زمین نزدیک حولگی از ثمرناک استفاده بودن هر وجب زمین از جانب ساکنان درک می‌دهد. نشان بابا دودارов طولی چند سال است که در 50 سوتیق زمین گرمخانه بنیاد کرده لیمو، اپلسین، ماندارین پرورش می‌نماید. او همراه عائله کار کرده زندگی امروزه را از درآمد همین گرمخانه‌اش پیش می‌برد. درآمدش هم نغزه، مهنتش هم نغزه. برای همین لیمون پروری به حد ما ذوق داشتم. من دو لیمون خونی کلان ساختم. بچه‌ها مواد نهال لیمون دارن. کاری دولت هم میکنم. من با اومده با کاری من دورین خارجی خودم ده کار میکنم. درآمد من البته ایروی همی چند بچه و دخترش رو خانه‌دار کردیم. ایروی سمی همی پرورش لیمون این رنگ یک فرزند است. چقدر که بونی میکنه احتیاط میکنه دارو میکنه اینا نگاه بین میکنه ای آب نموند ای دارو نموند ای مهنت جسمانی درونش دبنه پوبل میکنن چابق میکنن علفش میچینی میشوی تازه میکنه همینا همش مهنت طلب البته نکه فایده دارد زلال نمیکشد ای جاندار ای چیز زلال نمیکشد هیچ کس ای باید مهنت کند ای باید درونش باشه ده خیچی در دستش من همین زن و گودک و چودک بچه ها همه در دوری همین کار بکنیم البته نتیجهش هست به نتیجه نمیمونه. با نظر داشت امکانات ساکنان جماعت کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را در فصل سرما افزون نموده در تامین امنیت عضوخواری کشور سهم ارزنده گذارند. با این مقصد در گرمخانه‌ها میدان پرورش لیمو، پمیدور و بودرینگ و دیگر سبزیجات و پالزی‌های نیازی مردم سال تا سال افزون کرده می‌شود. ما کارخانه‌چی بودیم کار میکردیم شب و روز او وقتا دا پخته چینی بود شب کار بودیم پخته میچیندیم ما همین سفید همین نهالا رو آورمایده چه حق خاقش شخچه آوردک همین رو شورناندن ما پرورش کردیم رنگی بچه همون رو کلان کردیم محنت کردیم کلان شدن خیلی 30 سال میشه 25 سال میشه فقط این همین فرزنده رو کلان کردیم با محنت حلال و خونه دارشون کردیم حاضر هم استفاده برسدیم اهمی لیمونو 100 بار شکر خدا هم 3-4 تن میچینن میفروشن روشون میگذرونن. با گفته متخصصان و دهقانان پرورش میوه‌های سیتروسی و سبزیجات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها زحمت زیاد را طلب نکند هم نازکی‌های خود را دارد. برای خوب پرورش نمودن و فایده خوب به دست آوردن پیش از همه به اگرتکنیکای پرورش زراعت‌ها اهمیت مخصوص باید ظاهر گردد. بابای نشان همراه عائله نقشه دارند باز چنین گرمخانه‌ها را زیادتر تشکیل نموده مردم کشور را با محصولات تر و تازه تامین نمایند.